Birdan gilem yo ko'rpachaga beshob yo'qludi ko'dagisligi. Lekin naz toza kedigini bo'layan bu joy namozi hafta namoz o'qimishan. یعنی این چیز گرفته بودیم دروس المهمانده گفتیم که یکی از شروط های صلات گفتیم چی گفتیم یعنی طهارت البقعه و طهارت البدن و طهارت الثياب گفتیم سه چیز باید که طاهر باشد بدن انسان و لباس انسان و جایی که نماز میخونه که جا باید که تازه باشد همین گفتیم که جایی که میخونید خاک باشد گلیم باشد و یک تازه باشد گفتیم که اگر همین گلیم نجاست داشته باشد بالای وای به اگر دیگه یک چیز تازه اندازید یعنی حاضر مثلا نجاست همین گلیم بالاش به یک چیز اندازید مثلا نه بالاش اگر یک گلیم اندازید یا یک جای نماز یک رومال اندازید باید خونت میشد یعنی نماز درست میشد یعنی فهمید نماز درست میشد بالای نجاست هم نه که بالای وای به دیگه یک چیز تازه میاندازید و شرطی که نجاست تر نباشد